مشورتی صلح که اکثریت مطلق سیاستگران کشور، چهره‌های اثرگذار، چهره‌های جهادی در او حضور یافتن، همه خوشبین بودند که در باب صلح هم آهنگی و اجماع کامل در دست است و این یک نقطه قوت است. حال عکس مسئله اتفاق افتیده. متاسفانه حکومت و ریاست جمهوری امی اجماع را نمیتونه حفظ بکنه، نمیتونه به وجود بیاره. شما میدانید نه تنها در اطار مسائل بزرگ ملی، حتی در مسائل کوچک حکومتی هم وزارت‌ها خلع صلاحیت میشن، تشکیلات موازی ساخته میشه، شوراهای مختلف ساخته میشه، صلاحیت‌های وزیرا گرفته میشه. این روش معمول حکومت بعد از سال 2014 است. در زمان رئیس جمهور حامد کرزی در اطار مسائل در ارگ حداقل چندین مجلس صورت می گرفت با تمام کسانی که در این مورد صاحب نظر می بودند و یا ای که باید عضو اطار یک تشکل می شدند. اما فعلا روش ببخشید متفاوت است و موضوع دیگه ای است که یکی شما شورای عالی مصالحه دارین، دیگه وزارت صلح دارین. وزارت دولت در امور صلح امکان داره که او مطابق موافقت نامه که امضا شد او به دارالانشای صلح تبدیل شود. حال یک کس دیگر را به حیث نماینده خاص در صلح ساختن. این تمام انفلاسیون مؤسسات و ادارات و مقامات این خب مسائل را بسیار مغلق می سازه. این شما فکر بکنین که کسی در آینده که یک موضوع جنجالی بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی هم بود، وزارت دولت در امور صلح، فکر کنین یک کسی وزیر دولت در امور صلح میشه، او چی کارا را به پیش خواهد برد و این نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح چی کارا را خواهد کرد، تداخل وظیفوی از اینا چطور میشه. تمام از اینایی را نشان میده که نیت خوب برای صلح موجود نیست و صرف در هر جای که میتونن یک گره به گره هایی که موجود است دگام اضافه میکنن و به این خاطر ما فکر میکنم یک مسئولیت بزرگ ملی است و اینا باید جوابگوی در حال و در آینده برای ملت باید باشند، به خاطر از این که ما هر روز جوانای خود را از دست میتیم. هر روز که در آمدن سال تأخیر صورت میگیره، صدها جوان خود را از دست میتیم و اما قدر اطفال یتیم میشن، اما قدر خانه ها ویران میشه. این یک مسئله بزرگ ملی است. متاسفانه با این برخورد بسیار نادرست صورت میگیره. بسیار خوب. در بحث اقدام تازه در روند صلح، امروز آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که یک اقدام کلان و مهم در راستای صلح انجام شده و هیئت هم همه شمول است، ترکیب اعضای شورا. خب شما خودتان گفتین که عکس العمل همگی چی بوده در این مورد و ما یقین دارم عکس العمل‌های دیگه هم پیش رو خواهد آمد و ما فکر میکنم همه از اینا مغلق ساختن مسئله است، وقت کشی است و خصوصا ای که در امریکا انتخابات در پیش روست و فکر میکنن کسانی که اینجا در قدرت هستند که اگر در اوجا تغییر بیاید باز شاید علاقمندی به صلح از طرف امریکایا به شکل فعلی نباشه و این موضوع به درازا بکشه. ما به خاطر قدرت خود یک مملکت را به فاجعه کشاندن ما فکر میکنم که